حالا در تاجیکستان نابینایان هم از مسجد محروم شدند. نابینایان شهر حصار را که اکثرا در یک بینای 50 شانه زندگی می کنند از مسجد نزد خانه‌شان محروم کردند. شکایت های پی در پی آنها به مقامات مربوطه تا حال هیچ نتیجه نداشته است. این بینای مخصوص نابینایان در دهه حیات نو خانه 13 قرار دارد و ساکنان آن با مهنت و مبلغ خود نزد آن مسجد ساخته بودند. بینای مسجد نه تنها برای نمازگزاری بلکه برای گذرانیدن توی و معرکه های ساکنان بینا نیز استفاده می شد. بابای محمد ربی خالف که 67 سال دارد هر روز 5 مرتبه به مسجد دهه نوروز جماعت حصار می رود و او تنها نیست. اکثر نابینایان مسجدی که شمارشان به 50 نفر نزدیک است مجبورند هر روز افتان و خیزان به مسجد نوروز روند. مسجد نزد خانه‌شان را مقامات ناحیه حصار با بهانه نداشتن حجت بسته‌اند و به عریضه های پی در پی ساکنان پاسخ نمی دهند. بابای محمد ربی به پیام گفت او را نبیره هایش با نوبت به مسجد می برند. اما گاهی می شود که هیچ یک از نبیره هایش در خانه نیستند و مجبور است تنها رود. چند بار پیشپا خورده و افتیده است و می ترسد که روز بعد افتیدن نخیزد. انصاف کجاست؟ خودتان تصور کنید. برای نابینا در کوچه های ناهموار و پرپیچ تنها رفتن کاری سهل نیست. الکی 2 نفر از نابینایان در راه رفتن به مسجد به شهادت رسیدند. بابای قربان و بابای رجب علی اولین قربانیان راه رفتن به مسجد هستند. همون راهی که صحبتی من همون راه من هر روز مسجد میرم. هر روز یک نویره یا اگر یک کدام باشم عذاب بسیار میکردم. انا یک چند بار غلط کردیم. من یک 2 کسی برادر من همینجا رفته آمد یک غلطی داد آخرش نابود شده رفتن. نمیدونم که برای چی مسجد ما محکم کردگه هیچ نمیکشایند. 49 نفر نابیناها آدم های بینا همون نمازخوان بودیم. من حاضر مسجد ما محکم است. عرضه ما یک دیده برای اینو باید گفت برای نابینا 10 متر حرکت کردن در کوچه های ناهموار مشکل است. چی رسد به 1 کیلومتر که تا مسجد دهه نوروز مسافت دارد. به گفته بابای محمد ربی در حالت تنهایی او این مسافت را در 1 ساعت طی می کند. هر دقیقه آن می تواند صدمه آور باشد. مقامات نابینایان دهه حیات نو را به 2 گروه تقسیم کردند. آنهایی که برای حقوق خود داشتن مسجد مبارزه می برند مخالف سیاست های سازنده حکومت نامیده می شوند. خود آنها را گروهشان را گروه بی صاحب نام کرده اند. اما آنهایی که در این بحث جانب مقامات را گرفته اند از لطف و مهربانی حکومتداران برخوردارند. یا برعکس یکی از چنین نابینایان حکومتی مخصوم جابر است که با فرزندانش چند خانه و منزل و کارخانه مخصوص نابینایان را از خود کرده فروخته است. در این کارخانه زیاده از 700 نفر نابینا کار میکردند که حالا اثری از آن جز چند بینای کهنه باقی نمانده است. این کارخانه سیخ گلیم بافی هم داشت و به استحصال محصولات روزگار از قبیل سرپوش شیشه و بانکه ها، پاکت و خلطه ها و غیره مشغول بود. بعد از فعالیت ماندن و به تاراج رفتن کارخانه، نابینایانی که نانآور ندارند رو به گدایی آورده اند.